سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان و عزیزان همراه کانال استوری تلر. از اینکه در قسمت 10 از کتاب سهم من نوشته خانم پرینوش صنیعی با بنده همراه هستید ازتون سپاسگزارم. من فریناز فراست معمار هستم و اینجا کانال استوری تلر. سه روز تمام در خانه آقا جون افتاده بودم. مریض نبودم، تب نداشتم، ولی به قدری خسته بودم که نمی توانستم هیچ فعالیتی بکنم. انگار دلهره ها و نگرانی های چند ماه اخیر و این ضربه آخر تمام انرژی و توانم را گرفته بود. مسعود بالای سرم می نشست و نوازشم می کرد. سعی می کرد وادار به غذا خوردنم کند و مثل یک پرستار مراقبم بود. سیامک ساکت دور حوض را می رفت. نه با کسی حرف می زد نه دعوا می کرد. نه چیزی را می شکست و نه بازی می کرد. در نگاه عمیق و تاریکش برق ناخوشایندی می درخشید. این حال او بیش از تندخویی ها و دعواها و جنگ ها مرا می ترساند. یک شبه 10-15 سال بزرگتر شده بود و حال مردان تلخ و عصبی را داشت. روز سوم تصمیم گرفتم از جایم بلند شوم. باید به زندگی برمیگشتم. هرچند که هنوز خیلی بیحال بودم. محمود که تازه از داستان با خبر شده بود با زن و بچه هایش آمدند. احترام سادات مدام حرف می زد و من اصلاً حوصله نداشتم. محمود در آشپزخانه با خانم جون صحبت می کرد. می دانستم که برای یک کسب خبر آمده. فاتی سینی چای را روی زمین گذاشت و کنارم نشست که ناگهان فریاد عصبی سیامک از حیاط بلند شد. گویی طوفان در گرفته بود. به کنار پنجره پریدم. صورت سیامک برافروخته و قرمز بود. با نفرت به محمود فحش میداد. به طرفش سنگ پرتاب می کرد. ناگهان برگشت و غلامعلی بیچاره را با قدرتی که از جثه او بعید بود به درون حوض انداخت و گلدانی را که کنار حوض بود با لگد پرت کرد و شکست. نمیدانستم چه چیزی او را این چنین خشمگین کرده، ولی مطمئن بودم که بی علت نیست. حتی راضی بودم. او بالاخره بعد از 3 روز داشت خودش را به این ترتیب خالی می کرد. در این موقع علی در حالی که می گفت خفه شو پدر سوخته دستش را بلند کرد تا بر دهان سیامک بزند. دنیا در نظرم تیره و تار شد. جیغ زنان گفتم دستتو بنداز و خودم را از همان پنجره به حیاط انداختم. مثل ماده ببری که از فرزندش در مقابل دشمن مراقبت می کند به طرف علی پریدم و گفتم اگه دست رو بچه من بلند کنی تیکه تیکت می کنم. و سیامک را که از خشم می لرزید در آغوش گرفتم. همه ساکت و با تعجب نگاهم می کردند. علی وارفته گفت من فقط خواستم ساکتش کنم. ببین چه علم شنگه ای را انداخته. ببین چی به سر این تفلک آورده. و غلام علی را که مثل موش آب کشیده کنار مادرش ایستاده بود و بینیش را بالا می کشید نشان داد. ندیدی چه مزخرفاتی به دایی بزرگش گفت؟ لابد یه چیزی گفتن که این بچه رو اینطوری عصبانی کردن، وگرنه این 3 روز صداش تو این خونه در نیامده. محمود با اخم گفت اصلا این تخم جن قابل ما باهاش حرف بزنیم؟ تو هم خجالت نمیکشی داداش بزرگ تو به یه الف بچه میفروشی؟ واقعا که هیچ وقت آدم نمیشی. وقتی آقا جون رسید اوضاع خانه آرام بود، ولی آرامشی که بعد از طوفان برقرار می شود. تا به طرفین مهلت بررسی ضایعات را بدهد. محمود و زن و بچه هایش رفته بودند. علی طبقه بالا در اتاقش بود. خانم جون گریه می کرد و نمی دانست طرف من را بگیرد یا پسرهایش را. فاتی دور و برم می گشت و در جمع‌آوری وسایل بچه ها کمک می کرد. آقا جون گفت داری چی کار می کنی؟ باید برم. بچه هم نباید زیر دست بزرگ بشن و شماتت ببینن. اونم از نزدیکانشون. مگه چی شده؟ خانم جون گفت چی بگم آقا؟
محمود بیچاره داشت دلسوزی میکرد. تو آشپزخونه با من حرف میزد که این بچه شنید. نمیدونی چه علم شنگه ای را انداخت. خواهر برادرام افتادن به جون هم. آقا جون گفت خیلی خوب، حالا چیزی نشده. نمیذارم شب بری تو اون خونه. نه آقا جون، باید برم. اسم بچه هم ننوشتم. هفته دیگه مدرسه ها باز میشه، هیچ کاری نکردم. خیلی خوب برو، ولی امشب نه. نه اونم تنها. فاتی با هم میاد. به به، چه محافظتی. از این گنده تر نبود. منظورم اینه که مردی باید باهاتون باشه. شاید دوباره بیان. نباید 2 زن تنها اونجا بمونین. فردا همه با هم میریم. حق با او بود. باید شب را هم صبر میکردیم. بعد از شام آقا جون سیامک را پهلوی خودش نشاند و مثل زمان بچگی هایش با هم صحبت کردند. از او پرسید خب پسرم، حالا برام تعریف کن چی شد که تو اینقدر عصبانی شدی؟ او هم مانند ضبط صوت که تمام کلمات را ضبط کرده باشد، در حالی که بی اختیار ادای حرف زدن محمود را در می آورد گفت خودم شنیدم به خانم جون میگفت مرتیکه خرابکار. همین امروز فرداست که اعدامش میکنن. من از اولم از اینا خوشم نمیومد. میدونستم یه ریگی به کفششونه. خواستگاری که پروین خانم پیدا کنه از این بهتر نمیشه. چقدر گفتم بدینش به حاج آقا؟ کمی مکث کرد. نمیدونم کی. لابد ابوذری. آره همین. گفتید سنش زیاده، زن داشته. نگفتید عوضش با خداست. تو حجرش کلی جنس خوابیده. اون وقت دادینش به این جوجه کمونیست خدا نشناس کثافت. حقشه، باید اعدامش کنن. آقا جون سر سیامک را بر سینه‌اش گذاشت و موهایش را بوسید و گفت تو گوش نده. اینا عقلشون نمیرسه. بابای تو مرد خیلی خوبیه. خیالت هم راحت باشه. اعدامش نمیکنن. امروز با پدر بزرگت حرف زدم. میگفت وکیل گرفته. انشالله کارش درست میشه. تمام شب به این فکر میکردم که بدون حمید باید چگونه زندگی کنیم. تکلیفم در مقابل بچه ها چیست؟ چه وظیفه‌ای دارم؟ چطور از آنها در مقابل حرفهای مردم محافظت کنم؟ صبح با آقا جون، پروین خانوم و فاتی به خانه جنگ زده ایمان برگشتیم. آقا جون از دیدن وضعیت خانه خیلی متأثر شد. موقع رفتن گفت شاگردای مغازه رو میفرستم کمکتون کنن. کار شماها تنها نیست. مقداری هم پول از جیبش درآورد و ادامه داد. فعلا داشته باش. هر وقتم احتیاجی بود بگو. نه متشکرم. فعلا احتیاجی نیست. ولی این حرکت مرا به فکر وضع اقتصادی خانواده در غیاب حمید انداخت. به راستی من باید خرجی خانه را چگونه تهیه کنم؟ آیا باید برای همیشه سربار پدرم یا پدر او یا دیگران باشم؟ دوباره دلشوره شروع شد. به خودم دلداری دادم. چاپخونه شروع به کار میکنه. اون هنوز یه سهمی اونجا داره. 3 روز تمام من، فاتی، پروین خانوم، سیامک، مسعود، شاگردای مغازه آقا جون و گاهی خانم جون کار کردیم تا بالاخره خانه سر و سامانی گرفت. مادر و خواهرهای حمید هم برای جمع جور کردن وسایل بیبی آمدند و خانه او را هم مرتب کردند. بیبی از بیمارستان مرخص شد و در خانه آنها بستری بود. هرچه آشغال در انبار بود را بیرون ریختم. فاتی میخندید و میگفت خدا پدر ساواکیا رو بیامرزه. باعث شد بفهمی تو چی تو خونه داری و یه خونه تکونی حسابی بکنی. روز بعد برای نامنویسی بچه ها رفتم. طفلک مسعودم با چه روحیه‌ای به کلاس اول رفت. روز اول که او را به مدرسه رساندم، وحشت از این محیط ناآشنا را در نگاهش می‌خواندم ولی هیچ نمی‌گفت. موقع خداحافظی گفتم تو پسر خوبی هستی. خیلی زود دوست پیدا می‌کنی. حتما معلمتم دوستت داره. من مطمئنم. دنبالم میای؟ البته که دنبالت میام. فکر کردی من پسر مهربون و عزیزم و فراموش میکنم؟ میترسم گم بشم. نه عزیزم، گم نمیشی. آدمای بزرگ که گم نمیشن. چرا گم میشن؟ وقتی هم گم شدن دیگه پیدا نمیشن. دیدی شهرزاد و بابا چطوری گم شدن؟ اولین بار بود که بعد از مرگ شهرزاد اسم او را می آورد. آن هم با نام کامل، نه عمه شری.
نمیدانستم چه بگویم. او در ذهن کوچکش چطور رفتن آنها را برای خودش تفسیر کرده بود. در آغوشش کشیدم و گفتم نه پسرم. مامانا گم نمیشن. اونا بوی بچه هاشون رو میشناسن. میان طرفشون. هر جا که باشه پیداشون میکنن. پس وقتی من نیستم گریه نکنی یا؟ نه مامان، من گریه نمی کنم. کی گریه کردم؟ همیشه گریه میکنی. وقتی تو آشپزخونه تنهایی. وای که هیچ چیز را از این بچه نمیشد پنهان کرد. بغض گلویم را گرفت. گفتم گریه چیز بدی نیست. بعضی وقتا لازمه. اینطوری دل آدم سبکتر میشه. ولی دیگه گریه نمی کنم. بعدها هم با او هیچ مشکلی نداشتم. مشقهایش را مرتب می نوشت. همه کارهایش را می کرد و مواظب بود که به هیچ وجه باعث ناراحتی من نشود. تنها اثری که از آن شب وحشتناک در اون باقی مانده بود و نمی توانست آن را از من پنهان کند، فریادهای وحشت زده‌ای بود که بعضی نیمه شبها ما را از خواب می پراند. 2 ماه گذشت. دانشگاه‌ها باز شدند ولی من به تنها چیزی که فکر نمی کردم رفتن به دانشگاه بود. هر روز با پدر حمید به ملاقات افراد مختلف می رفتیم. سفارش می گرفتیم. التماس و درخواست می کردیم. آشنا و پارتی می تراشیدیم. حتی به دفتر ملکه فرح نامه نوشتیم تا او را اعدام نکنند و از زیر شکنجه درآورند و به زندان عادی بفرستند. قول‌هایی هم گرفتیم ولی معلوم نبود این همه اقدامات تا چه حد مؤثر بوده و حمید واقعاً در چه وضعی است. مدتی بعد ظاهراً محاکمه‌ای انجام شد و چون ثابت شده بود که در عملیات مسلحانه شرکت نداشته، خطر اعدام منتفی گردید و به 15 سال زندان محکوم شد. پس از چندی نیز به ما اجازه دادند برایش غذا و لباس ببریم. نامه بنویسیم. هر دوشنبه با ساک بزرگی از غذا و لباس، کتاب و وسایل نوشتن جلوی زندان می رفتم. بسیاری را همان موقع بر می گرداندند و از آنچه می گرفتن نمی دانم چه مقدار در نهایت به دست حمید می رسید. اولین بار که لباسهای کثیفش را برای شستشو به من دادن متحیر شدم. بوی عجیبی می دادند. بوی خون مانده، بوی عفونت، بوی بدبختی. با وحشت تک تک آنها را وارسی کردم. لکه های خون و چرک بر روی لباس ها دیوانه‌ام کرد. در حمام را بستم. شیر آب پر سر و صدا و خروشان را در تشت باز کردم و با صدای بلند گریه کردم. او در آنجا چه می کشید؟ آیا بهتر نبود او هم مثل شهرزاد و مهدی و بقیه کشته می شد؟ آیا او هر لحظه آرزوی مرگ نمی کند؟ به تدریج از روی لباسها محل جراحات و شدت آنها را شناختم. می دانستم کدام وخیمتر است و کدام رو به بهبودی است. زمان می گذشت. از باز شدن مجدد شرکت و چاپخانه خبری نبود. پدر حمید هر ماه مبلغی به من می پرداخت ولی این وضع تا کی می توانست ادامه یابد؟ باید تصمیم قطعی می گرفتم. باید خودم یک کاری می کردم. نه بچه بودم نه ناتوان. زنی بودم با مسئولیت 2 بچه که نمیخواستم از سر دلسوزی و صدقه دیگران بزرگ شوند. نشستن، نالیدن، دست جلوی این و آن دراز کردن در شأن من و بچه ها به خصوص حمید نبود. ما باید با شرافت و سربلندی زندگی می کردیم. باید روی پاهای خودمان می ایستادیم. ولی چگونه؟ من چه کاری می توانستم بکنم؟ اولین و میسرترین کاری که به فکرم رسید خیاطی زیر دست پروین خانم و با کمک فاتی بود. هرچند بدون معطلی شروع به کار کردم ولی از آن متنفر بودم، خصوصاً که برای این کار باید همه روزه به خانه خانم جون و پروین خانم می رفتم و با علی و احیانا محمود روبرو می شدم و سرزنش هر روز خانم جون را می شنیدم که می گفت دیدی میگفتم خیاطی از همه چیز واجب تره، گوش ندادی. هی بی خود رفتی مدرسه درس خوندی. هر روز از روزنامه ها را میخواندم و به دنبال آگهی استخدام به شرکت ها و ادارات مراجعه میکردم. بیشتر شرکت های خصوصی منشی میخواستند. پدر حمید در مورد محیط کار و بعضی مسائل شرکت ها هشدارهایی به من داد که کاملا بجا بود.
و خود به خوبی آن را احساس کردم. در بعضی جاها با چنان نگاه حریصی براندازم می کردند که گویی می خواهند معشوقه انتخاب کنند، نه کارمند. در همین مراجعات فهمیدم داشتن دیپلم به تنهایی کافی نیست، باید کارهای دیگری هم بلد باشم. 2 جلسه به کلاس ماشین نویسی رفتم. بعد از یادگیری اصول اولیه آن را رها کردم چون نه پول برای شهریه داشتم و نه وقت برای تلف کردن. پدر حمید یک ماشین تایپ قدیمی در اختیارم گذاشت. شبها با آن تمرین می کردم و خودش مرا به یکی از دوستانش در اداره دولتی معرفی کرد. روزی که برای مصاحبه رفتم با مردی 31-2 ساله با چشمانی نافذ و باهوش که با کنجکاوی نگاهم می‌کرد روبرو شدم. او در ضمن سؤالهای متعدد سعی داشت به آنچه اظهار نمی‌کردم پی ببرد. پرسید: اینجا نوشتید متأهلید. شوهرتون چیکاره است؟ مدتی مردد ماندم. تصور می‌کردم که چون پدر حمید مرا معرفی کرده از شرایط من باخبر است، ولی ظاهراً نمی‌دانست. با لکنت گفتم کار آزاد. از نگاه و لبخند تمسخرآمیزش فهمیدم حرفم را باور نکرده. خسته و عصبی بودم. گفتم: من کار میخوام. به شوهرم چی کار دارین؟ به ما گفته بودن شما ممر درآمد دیگه ای ندارید. کی گفته بود؟ آقای معتمدی، معاون که شما رو معرفی کرده. حالا اگر ممر درآمد دیگه ای داشته باشم شما استخدامم نمی کنید؟ مگه شما کارمند نمیخواین؟ چرا خانم میخوایم، ولی داوطلبم زیاد داریم که از نظر مدرک تحصیلی و تجربه شرایط بهتری از شما دارن. من اصلا نمیفهمم چرا آقای معتمدی شما رو معرفی کرده، اونم با این اصرار. نمیدانستم چه بگویم. پدر حمید گفته بود وقتی برای کار به جای مراجعه میکنین نگو شوهرت زندانی است. دروغ هم نمیتوانستم بگویم چون مطمئناً مچم به زودی باز میشد. این کار را هم باید میگرفتم. اینجا از هر نظر برای من مناسب بود. مستعسل و ناامید شده بودم. بی اختیار 2 قطره اشک بر زانوانم چکید. با صدایی که خودم هم به سختی میشنیدم گفتم: شوهرم زندانه. با اخمهایی در هم پرسید: برای چی؟ فعالیت سیاسی. ساکت شد. جرأت نداشتم حرفی بزنم. او هم دیگر چیزی نپرسید. شروع کرد به نوشتن. بعد از مدتی سرش را بلند کرد. قیافش در هم رفته بود. نامه‌ای به دستم داد و گفت: در مورد شوهرتون با کسی حرفی نزنین. این نامه را به اتاق بغلی ببرید. بدید خانم تبریزی. ایشون وظایف شما رو بهتون میگن. از فردا هم مشغول کار میشید. خبر کار کردن من در خانه مثل بمب ترکید. خانم جون با چشم‌های از حدقه در آمده گفت: یعنی بری اداره مثل مردا؟ بله، مرد و زن دیگه فرقی نداره. و خدا مرگم بده، چه حرفا. آخر الزمان شده. من که فکر نمی کنم داداشا و آقا جونت بذارن. به اونا مربوط نیست. هیچ کس حق دخالت تو زندگی من و بچه هامون نداره. هر بلایی تا حالا سرم آوردن بسته. حالا دیگه من شوهر دارم. شوهرم هم که نمرده. اختیارم دست خودم و اون. پس خودشونو بی خودی سبک نکنن. با همین التیماتوم دهان همه بسته شد. هرچند فکر نمی کنم آقا جون خیلی هم مخالف بود، چون چندین بار از اینکه من روی پای خودم ایستادم و به برادرهایم متکی نیستم اظهار خوشحالی کرد. احساس شخصیت و امنیت خاصی داشتم. هرچند خیلی خسته می شدم ولی از اینکه به کسی محتاج نبودم احساس غرور می کردم. در اداره نقش منشی یا رئیس دفتر را داشتم. همه کار می کردم. تایپ، پاسخ به تلفن، مرتب کردن پرونده ها، رسیدگی به برخی حساب کتاب ها و گاه حتی ترجمه. در ابتدا همه چیز خیلی سخت به نظر می رسید. کارها را آشفته و سنگین می دیدم ولی 2 هفته نگذشته بود که تسلط کافی بر مطالب پیدا کردم. آقای زرگر که حالا رئیسم شده بود با دقت و حوصله توضیحات لازم را میداد و کارهایم را زیر نظر داشت. ولی هرگز دیگر نه سؤالی در مورد زندگی خصوصیم کرد و نه کنجکاوی خاصی در مورد حمید نشان میداد. کم کم شروع به غلطگیری املایی و انشایی از مطالبی که برای تایپ به من میدادند کردم. بالاخره هرچه بود من دانشجوی رشته ادبیات فارسی بودم و حداقل نیمی از وقتم در تمام 10 سال گذشته به کتاب خواندن گذشته بود.
وقتی با تشویق و توجه رئیسم روبرو شدم، شهامت بیشتری یافتم. کم کم اعتماد او به کار من به حدی رسید که منظورش را می گفت و از من می خواست تا متن نامه یا گزارش را بنویسم. از کارم خیلی خوشم می آمد، ولی با مشکل جدیدی روبرو شدم که قبلاً به آن نیندیشیده بودم. دیگر نمی توانستم هر هفته به طور مرتب به زندان بروم. 3 هفته بود که هیچ خبری از حمید نداشتم. دلم شور می زد. با خود گفتم این هفته هر طور شده باید بروم. از روز قبل تمام وسایل را آماده کردم. مقداری غذا پختم، شیرینی، میوه، سیگار و پول گذاشتم. صبح زود خود را به زندان رساندم. پاسبان جلوی در با تمسخر و بی‌ادبانه پرسید: چیه؟ دیشب خوابت نبرده که صبح به این زودی اومدی؟ من که حالا چیزی تحویل نمیگیرم. خواهش میکنم. من باید ساعت 8 سر کار باشم. خجالت بکش. این چه طرز حرف زدنه؟ گویی فقط منتظر همین اعتراض بود تا با خیال راحت هر نسبت زشتی را به من و آن شوهر بدبختم بدهد. هرچند در این مدت من با همه جور بی‌اعتنایی و بی‌ادبی مواجه شده بودم، ولی تا آن موقع کسی چنین فحش‌ها و القاب زشتی به ما نداده بود. از شدت خشم تمام تنم می‌لرزید. دلم می‌خواست تکه تکه‌اش کنم، ولی جرأت اظهار حتی کلمه‌ای را هم نداشتم. می‌ترسیدم اگر حرفی بزنم، حمید از همین بسته و نامه و غذایی که خدا می‌دانست چقدر از آن به دستش می‌رسید محروم شود. در حالی که لب‌هایم را می‌گزیدم و اشک‌هایم را فرو می‌خوردم، تحقیر شده و خرد به اداره رفتم. آقای زرگر با آن نگاه تیزش متوجه دگرگونیم شد و مرا به اتاقش خواند. در حالی که نامه‌ای به دستم میداد پرسید: چی شده خانم صادقی، امروز حالتون خوش نیست؟ اشک‌هایم را که تا گونه‌هایم رسیده بود با پشت دست پاک کردم و جریان را مختصراً شرح دادم. با عصبانیت سرش را تکان داد و بعد از کمی سکوت گفت: شما باید اینو زودتر به من میگفتید. میدونید اگر این هفته خبری از شما بهش نرسه چه روحیه‌ای تو اون سیاه‌چال پیدا میکنه؟ زود برید و تا وسایل رو تحویل ندادید بر نگردید. بعد از اینم هر دوشنبه بعد از دادن وسایل میاین اداره. متوجه شدی؟ بله، ولی بعضی وقتا تا ظهر طول میکشه. غیبتامو چیکار کنم؟ نباید این کارو از دست بدم. شما نگران کارتون نباشید. من براتون مأموریت اداری رد میکنم. این حداقل کاریه که ما میتونیم برای این از خودگذشتگی بکنیم. چقدر این مرد مهربان، حساس و فهمیده بود. بین او و مسعودم شباهت‌هایی می‌دیدم و فکر می‌کردم مسعود من هم وقتی بزرگ شود مثل او خواهد شد. به تدریج به برنامه جدید زندگی عادت کردیم. بچه‌ها آگاهانه و با دلسوزی حداکثر کوشششان را می‌کردند تا مشکل جدیدی برای من ایجاد نکنند. صبحها با هم صبحانه می‌خوردیم و آماده می‌شدیم. با همان ماشین ژیان که در این مدت خیلی به دادم رسیده بود آنها را به مدرسه می‌رساندم. هرچند راهشان دور نبود. ظهرها خودشان پیاده برمیگشتند. سر راه یک نان می‌خریدند. غذایشان را که آماده گذاشته بودم گرم می‌کردند، می‌خوردند و مقداری نیز برای بیبی می‌بردند. بیچاره بیبی بعد از بازگشت از بیمارستان خیلی مریض احوال شده بود. هیچ جای دیگر را هم جز خانه خودش دوست نداشت. در نتیجه ما باید به اون می رسیدیم. عصرها سر راه خرید می کردم. به بیبی سر می زدم. بشقاب‌ها را جمع و اتاقش را مرتب می کردم. کمی با او حرف می زدم و بعد بالا می رفتم. تازه کار خانه شروع می شد. شستن، نظافت، آماده کردن غذای فردا، دادن شام بچه‌ها، رسیدگی به درس‌ها، گفتن دیکته و خلاصه 1000 کار دیگر که معمولاً تا ساعت 10-11 طول می کشید. 1 سال را از دست داده بودم، ولی گویا مجبور بودم سالهای دیگر را هم از دست بدهم. آن سال اتفاق دیگری در خانواده مدتی ما را به خود مشغول کرد و آن ازدواج فاتی بود که بعد از بحث‌ها و اختلاف نظرهای بسیار به وقوع پیوست. محمود با درسی که از ازدواج من گرفته بود در نظر داشت که فاتی را حتماً به مردی بازاری و با خدا مثل خودش شوهر دهد. فاتی که برخلاف من مظلوم و حتی تو سری خور بود، با وجود بیزاری از خواستگار معرفی شده،
جرأت مخالفت نداشت. ظاهراً تنبیه هایی که من شده بودم آنچنان بر او اثر گذاشته بود که اعتماد به نفس و توانایی اظهار نظر را برای همیشه از او گرفته بود. در نتیجه دفاع از حقوق او نیز بر عهده من محول شد و عنوان خروس جنگی خانواده به طور قطع برایم به تصویب رسید. این بار با درایت بیشتری عمل کردم و بدون گفتگو با محمود یا خانم جون محرمانه با آقا جون وارد بحث شدم. نظر فاتی را گفتم و از او خواستم تا با یک ازدواج اجباری وسایل بدبختی دختر دیگرش را هم فراهم نکند. هرچند که بعد رد پای من در تصمیم گیری جدید آقا جون مشخص شد و تنفر محمود را بیش از پیش برانگیخت، ولی به هر حال این ازدواج به هم خورد و فاتی با خواستگار دیگری که عمو عباس معرفی کرده و مورد پسندش بود پیمان زناشویی بست. صادق خان شوهر فاتی جوانی تحصیل کرده، خوشقیافه، مهربان، از خانواده‌ای فرهنگی متوسط و محترم بود که به عنوان حسابدار در یکی از شرکت‌های دولتی کار می‌کرد. هرچند که به قول محمود حقوق بگیر بود و وضع مالی درخشانی نداشت، ولی فاتی راضی بود و من و بچه‌ها هم دوستش داشتیم. او هم با درک نیاز پسرهای من به پدر با آنها رفتاری بسیار دوستانه داشت و اغلب با ترتیب برنامه‌های تفریحی آنها را با خود به گردش می‌برد. زندگی ما تقریباً روی روال مشخصی افتاده بود. کارم را دوست داشتم. همه چیز باب میلم بود. دوستان خوبی هم پیدا کردم که وقت نهار یا ساعتهای بیکاری را با شوخی و خنده و حرف زدن درباره دیگران پر می‌کردند. از این طریق من با کارکنان سایر ادارات آشنا می شدم، ولی اغلب بحث ما در مورد یکی از رؤسای ادارات به نام آقای شیرزادی بود که از همان ابتدا از من بدش می آمد و از هر کاری که می کردم ایراد می گرفت. همه می گفتند مردی حساس و شاعر و تواناست، ولی من جز خشونت و بدخلقی هیچ چیز در او نمی دیدم. مواظب بودم با او برخوردی پیدا نکنم و بهانه‌ای به دستش ندهم. مدام متلک می گفت و بهانه می گرفت و با گوش و کنایه به من می فهماند که من در نتیجه پارتی بازی استخدام شدم و صلاحیت کافی ندارم. بچه ها می گفتن ناراحت نشو، او اخلاقش اینجوری است، ولی من احساس می کردم با من بیش از سایرین بدرفتاری می کند. حتی شنیده بودم پشت سر من می گوید سوگلی آقای زرگر. خیلی ناراحت شدم، به من برخورد. نمیفهمیدم مشکل او کجاست. به تدریج من هم از او بدم آمد. به بچه ها گفتم تنها چیزی که بهش نمیاد شاعریه. بیشتر شبیه اعضای مافیاست. شاعر باید روح لطیف داشته باشه، افتاده باشه، نه اینقدر از خود راضی، خشن و بد اخلاق. حتما شعرها هم مال خودش نیست. لابد یه شاعر بیچاره رو زندونی کرده، با چاقو تهدیدش میکنه تا به اسم اون شعر بگه. همه میخندیدند. فکر میکنم این حرفها به گوش خودش هم رسیده بود. یک روز به بهانه چند غلط کوچک تایپی مقاله 10 صفحه‌ای را که با دقت و زحمت تصحیح و تایپ کرده بودم پاره کرد و روی میزم پرتاب نمود. دیوانه شدم. دیگر نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم. فریاد زدم شما معلومه چتونه؟ مدام دنبال بهونه‌گیری از کار منید. مگه من چه هیزم تری به شما فروختم؟ خانم شما نمیتونید هیزم تری به من بفروشید، چون من دست شما رو خوندم. خیال کردی منم زرگر و معتمدیم که بتونی رو سر انگشتت بچرخونیشون؟ من امثال شما رو خوب میشناسم. تمام بدنم از عصبانیت میلرزید. میخواستم جواب دهم که آقای زرگر وارد اتاق شد و با صدای بلند گفت چه خبر آقای شیرزادی؟ چی شده؟ چی شده؟ کار بلد نیست. 2 روز معطل کرده. اون وقت مقاله رو با این همه غلط داده دستم. همینه دیگه. وقتی یه آدم بی سواد و فقط برای اینکه پارتیش کلوف بوده بردارید استخدام کنید، همین میشه. باید منتظر عواقبش هم باشید. مواظب حرف زدنت باش. خودتو کنترل کن. بفرمایید تو اتاق من، کارتون دارم. و با فشار دست تقریباً او را به اتاق خودش هل داد. سرم را در دستهایم گرفته بودم و سعی می کردم از ریختن اشکهایم جلوگیری کنم. بچه ها دورم جمع شدند. هر یک به نوعی دلداریم می دادند. عباس علی مستخدم طبقه ما که خیلی هوایم را داشت برایم آبقند آورد. خودم را به کار مشغول کردم. بعد از 1 ساعت آقای شیرزادی وارد اتاقم شد.
رویم را از او برگرداندم. جلوی میزم ایستاد. سعی می‌کرد نگاهش به چشمان من نیفتد. با بغض گفت: ببخشید. منو ببخشید. و با عجله اتاق را ترک کرد. مات و متحیر با نگاهی پرسنده به آقای زرگر که در کنار در ایستاده بود نگاه کردم و پرسیدم: چی شد؟ هیچی، شما فراموش کنید. اون همینطوریه. مرد خوب و خوشقلبیه، ولی خب عصبی هم هست. نسبت به بعضی چیزا هم حساسه. مثلا نسبت به من؟ نه دقیقاً شما. هر کسی رو که فکر کنه حق دیگری رو گرفته. ولی من حق کی رو گرفتم؟ جدی نگیرید. میدونی قبل از اومدن شما این آقا یکی از شاگرداشو که تازه لیسانس گرفته بود برای استخدام معرفی کرد. تقریباً کاراش تموم شده بود که جریان شما پیش اومد. هرچند من قبل از مصاحبه با شما بهش قول دادم که زیر بار سفارش معتمدین نمیرم. ولی خب ما شما رو استخدام کردیم. از نظر اون این نامردی بود. طبیعیه که با اون روحیه حساس نمیتونست به قول خودش این بی‌عدالتی رو تحمل کنه. از اون به بعد دشمن من و شما شد. با معتمدی که از قبلم دشمن بود، چون اون به طور کلی با رؤسا دشمنی ذاتی داره. ظاهراً حقم داشته، چون واقعاً من حق کسی دیگه ای رو گرفتم. با این شرایط چرا من استخدام کردین؟ ای بابا، حالا یه چیزی هم بدهکار شدیم. من حساب کردم که اون با اون شرایط جای دیگه هم میتونه کار پیدا کنه. کما اینکه یه هفته بعدش هم استخدام شد. ولی شما تو شرایطی بودید که سخت‌تر براتون کار پیدا میشد. به هر حال با عرض معذرت مجبور شدم موضوع شوهرتون رو بهش بگم. نگران نباشید. آدم قابل اعتمادیه. پیش خودتون بمونه. خودش هم تمام عمرش درگیر مسائل سیاسی بوده. روز بعد آقای شیرزادی افسرده و رنگ پریده با چشمانی سرخ و تب زده به اتاقم آمد. معلوم بود نمیداند چه بگوید. بالاخره گفت: میدونید دست خودم نیست. در خشم درون تافته چون اخگر تابان گرگی شدم هارتر از گرگ بیابان. من در حق شما بد کردم. راستشو بخواین کارتون خیلی هم خوبه. من به سختی تونستم اشکالی پیدا کنم. در صورتی که از 2 خطنامه تمام این رئیس رؤسا 1000 تا اشکال بیرون میاد. بعد از آن یکی از مهمترین حامیان و دوستان من شد. برخلاف آقای زرگر نسبت به وضعیت مبارزاتی حمید، گروهشان و نحوه دستگیری او بسیار کنجکاو بود و در هر فرصتی سوالاتی در این مورد مطرح میکرد. شور و اشتیاق او برای شنیدن مرا که هیچ تمایلی به گفتگو در این زمینه نداشتم به سخن می آورد. همدردی او با آنچنان خشم و کینه‌ای آمیخته بود که به وحشتم می انداخت. یک بار در میان سخنانم متوجه چهره غضب‌آلودش شدم. رنگش به کبودی گرایید. با نگرانی پرسیدم: حالتون خوبه؟ نه خوب نیستم. ولی شما نگران نباشید. من اغلب این حالو دارم. نمیدونید در درون من چی میگذره. چی میگذره؟ شاید منم همین حالو داشته باشم ولی نمیتونم بگم. دانی درون من به چه روزی نشسته است، شهری عزا گرفته پس از قتل عامها. من تشنم به خون کسی در گذار خشم، چون روزدار تشنه به زهر سیامها. نه، من که بیشترین ضربه ها را خورده بودم هرگز خشم و اندوهی چنین مهیب نداشتم. یک بار در مورد شب هجوم به خانه ما پرسید. مختصری از آنچه گذشته بود را گفتم. ناگهان خویشتنداریش را از دست داد و بی‌محابا فریاد زد: زین قوم پاچگیر سگستان شده است شهر. شیران چه می کنند مگر در کنامها؟ وحشت زده پریدم. در اتاق را بستم و با التماس گفتم: شما رو به خدا آقای شیرزادی، صداتون رو میشنون. این ساواکیه تو همین طبقه است. آن روزها نصف همکاران خود را ساواکی میپنداشتیم و با وحشت، بیزاری و احتیاط با آنها رفتار میکردیم. از آن پس او اشعارش را که هر کدام برای اعدام دارنده یا گوینده آن کافی بود برایم میخواند و من با پوست و خونم آنها را درک میکردم و به خاطر میسپردم. او بازمانده شکست‌های سیاسی مردم بعد از سالهای 30 بود. روح جوان و حساس او در آن زمان زیر بار این شکست‌ها خرد شده و تمام زندگیش را به تلخی و تباهی کشیده بود. با نگرانی می‌اندیشیدم که آیا تجارب تلخ کودکی و نوجوانی این چنین پایدار است؟ پاسخم را در شعری یافتم که توصیف روز 28 مرداد و ناکامی‌هایش بود. می‌گفت:
بعد از آن لحظه چشم من همه عمر آسمان را به خون شناوردید، ماه و خورشید را به شام و به روز دید و از پشت برق خنجر دید. آشنایی با او مرا به شدت نگران سیامک کرد. برق خشم و نفرتی را که آن شب در چشمانش دیده بودم، آیا او هم چنین خواهد شد؟ آیا او هم به جای امید، شادی و دیدن زیبایی های زندگی به بیزاری، تنفر، قهر و تنهایی تن در خواهد داد؟ آیا مسائل سیاسی و اجتماعی چنین تأثیرات پایداری در روح‌های حساس به جا می‌گذارد؟ وای پسرم، باید فکری برای او می‌کردم. اواخر تابستان بود. حدود 1 سال از زندانی شدن حمید می‌گذشت. با حکمی که دادگاه داده بود، ما باید 14 سال دیگر را بدون او می‌گذراندیم. چاره‌ای نبود، باید به این وضع عادت می‌کردیم. انتظار کشیدن هدف نهایی زندگیمان شده بود. موعد نامنویسی دانشگاه نزدیک می‌شد. باید تصمیم می‌گرفتم. آیا برای همیشه از ادامه تحصیل منصرف می‌شدم و این آرزوی دیرین را به گور می‌بردم و یا با پذیرش سختی و فشار بسیار بر روی خودم و بچه‌ها دوباره نامنویسی می‌کردم. می‌دانستم درس‌ها هر ترم سخت‌تر می‌شوند و من با این وقت محدود نمی‌توانم وقت کلاس‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنم که به کارم لطمه نزند. حتی اگر آنها حرفی نداشته باشند، من حق نداشتم بیش از این از محبت رؤسایم سوء استفاده کنم. از سوی دیگر، کار در اداره لزوم تحصیل را بیش از پیش نشانم می‌داد. وقتی می‌دیدم کسانی فقط به دلیل داشتن مدرک بالاتر به من امر و نهی می‌کنند و اشتباهاتشان را به پای من می‌گذارند، متأسف می‌شدم و میل رفتن به دانشگاه در وجودم زبانه می‌کشید. در ضمن از هنگامی که فهمیدم تا سالهای سال باید به تنهایی زندگی را اداره کنم، در فکر راهی برای کسب درآمد بیشتر که بتوانم جوابگوی نیازهای آتی بچه‌ها باشم بودم. مسلماً با داشتن لیسانس وضعم خیلی فرق می‌کرد. همان گونه که انتظار داشتم، خانواده خودم همگی معتقد بودند که باید از دانشگاه چشم بپوشم. ولی عجیب بود که خانواده حمید هم همین عقیده را داشتند. پدر حمید با دلسوزی گفت: تو خیلی تحت فشاری. فکر نمی‌کنی برداشتن 2 هندونه برات مشکل باشه؟ مادرش با نگرانی پرید وسط حرف: از صبح تا عصر که اداری، لابد عصرم میخوای بری دانشگاه. پس این بچه‌ها چی؟ فکر تنهایی این طفل معصوما رو نمی‌کنی؟ منیژه که ماهای آخر حاملگیش را می‌گذراند و سالها پشت کنکور ماند تا بالاخره ازدواج کرد، با ژست همیشگیش گفت: همش رو چشم و همچشمیه. نه اینکه منصور دانشگاه رفته. خیلی سعی کردم خودم را کنترل کنم، ولی اخیراً بسیار کم طاقت شده بودم و دیگر آن دختر شهرستانی دست و پا چلفتی هم نبودم که زیر بار هر حرف زور یا طعنه‌ای برود و هرگز میل و خواست او اهمیتی نداشته باشد. در وجودم خشمی جوشید که تردیدهایم را شست و ترسی را که بر وجودم مستولی شده بود زایل کرد. گفتم: حالا که من باید هم در نقش پدر هم در نقش مادر برای بچه‌هام باشم و زندگیشون رو اداره کنم، ناچارم به فکر درآمد بیشتر باشم. حقوق فعلی من برای تأمین نیازهای آینده اونا کافی نیست. مخصوصاً که روز به روزم خرجشون بیشتر میشه. در مورد برنامه زندگیشون هم شما نگران نباشید. نوه‌های شما مورد بیمهری و بی‌توجهی قرار نمیگیرن. من فکر همه چیزو کردم. ولی واقعیت این بود که من هیچ فکری نکرده بودم. شب با بچه‌ها نشستم و سعی کردم آنها را در جریان امر قرار دهم و همکاریشان را جلب کنم. آنها ابتدا به دقت به حرفهایم گوش دادند. محاسن و معایب دانشگاه رفتن را برشمردم. وقتی گفتم که مشکل اصلی اینجاست که عصرها مجبور می شوم دیرتر به خانه بیایم، سیامک با درآوردن ماشین پر سر و صدایش وانمود کرد که دیگر به حرفهای من گوش نمی دهد. فهمیدم مطلقاً راضی به تنهایی بیش از این نیست. ساکت شدم و پرسشگرانه به مسعود نگریستم. مسعود با چشمان معصومش حالات چهره مرا برانداز می کرد. جلو آمد و موهایم را نوازش کرد و گفت: ماما خیلی دلت میخواد بری دانشگاه؟ ببین عزیزم، دانشگاه رفتن من به نفع همه ماست. ممکنه یکم بهمون سخت بگذره ولی تموم میشه. عوضش حقوقم بیشتر میشه.
بهتر میتونیم زندگی کنیم. نه، من میگم تو دوست داری بری دانشگاه؟ خب آره، برای رفتن به دانشگاه خیلی زحمت کشیدم. پس برو. تو اگه دوست داری برو. ما خودمون کارامونو میکنیم. شبا هم میریم پیش بیبی که نترسیم. شاید تا اون موقع بابا اومد دیگه تنها نبودیم. سیامک ماشینی را که در دست داشت پرت کرد و گفت عجب بچه خنگیه ها. بابا کجا بود که بیاد؟ انگار میتونه. ببین عزیزم، ما باید خوشبین و امیدوار باشیم. همین که بابا زنده است جای شکر داره. بالاخره اونم میاد. چی میگی؟ میخوای بچه گول بزنی؟ بابا بزرگ گفت باید 15 سال تو زندون بمونه. ولی توی 15 سال خیلی اتفاقا ممکنه بیفته. و هر سالم به خاطر خوشرفتاری بهشون عفو میخوره و از مدت زندونیشون کم میشه. آره، اون وقت مثلا میشه 10 سال. چه فایده داره؟ اون موقع من 20 سالمه. دیگه بابا میخوام چیکار؟ من بابامو همین حالا میخوام. همین حالا. دوباره تردید بر وجودم چیره شد. در اداره دوستانم معتقد بودند که نباید این فرصت را از دست بدهم. آقای زرگر تشویقم میکرد و میگفت کاری میکند که کلاس‌ها را در وقت اداری بروم، مشروط بر اینکه کارهای مانده را در خارج از وقت اداری به انجام برسانم. اتفاقاً در همان روزها بالاخره با درخواست‌های مکرر ما موافقت شد و به من و بچه‌ها و پدر مادرش اجازه ملاقات دادند. هم خوشحال بودم هم نگران. پدرش با عجله نزدم آمد و گفت من به خانم نمیگم. تو هم به بچه‌ها نگو. معلوم نیست با چه منظره‌ای روبرو بشیم. اگه حال و روز حمید مناسب بود دفعه دیگه اونا رو میبریم. این حرف بر دلشوره من افزود. تمام شب قبل از ملاقات خواب دیدم که او را خرد شده و خونالود میآورند تا در آغوش من آخرین دقایق زندگیش را بگذراند. خسته و مضطرب صبح زود به راه افتادیم. نمیدانم اتاق و شیشه ها گرد گرفته بودند یا چشمان من همه چیز را پشت پرده اشک تار میدید. بالاخره حمید را آوردند. برخلاف انتظارم تمیز و مرتب بود. موهای شانه شده، ریش‌های تراشیده، ولی به نحو غیر قابل تصوری تکیده و لاغر شده بود. حتی صدایش به نظرم با گذشته فرق داشت. برای چند دقیقه هیچ کدام نمی توانستیم حرف بزنیم. پدرش زودتر از ما بر خودش مسلط شد. از اوضاع و شرایط زندان پرسید. حمید نگاهی کرد که یعنی این چه سوال بیجایی است که می کنید. خب زندان دیگه. من سختیاشو گذروندم. شما از خودتون بگید. مامان و بچه ها چطورن؟ ظاهراً تعداد زیادی از نامه‌های من به دستش نرسیده بود. از بچه‌ها گفتم که خوبند، بزرگ شدند. هر دو شاگرد اول شدند و امسال سیامک به کلاس 5 و مسعود به کلاس 2 می‌رود. از کارم پرسید. گفتم که آنجا همه به خاطر تو با من خوب هستند. هوایم را دارند. برقی در چشمانش درخشید. فهمیدم که نباید از این حرفها بزنم. بالاخره در مورد دانشگاه سوال کرد. من هم از سردرگمی و تردیدم برای ادامه تحصیل گفتم. خندید و گفت یادت آرزوی دیپلم گرفتن داشتی؟ ولی لیسانسم واسه تو کافی نیست. تو استعداد و پشتکار داری. باید پیشرفت کنی. دکترا هم میگیری. فرصت نبود برایش توضیح دهم که ادامه تحصیل چه بار سنگینی بر دوشم خواهد گذاشت و چقدر از وقتم را میبلعد. فقط گفتم کار سختیه. درس خوندن و کار کردن با بچه‌ها. اونا رو چی کار کنم؟ تو از عهده‌اش برمیای. تو اون دختر دست با چلفتی 10-11 سال پیش نیستی. تو حالا یه خانم با عرضه و زحمت کشی که هر ناممکنی رو ممکن میکنه. من واقعا بهت افتخار میکنم. واقعا راست میگی؟ دیگه از داشتن زنی مثل من شرمنده نیستی؟ من کی شرمنده بودم؟ تو زن خیلی خوبی هستی. روز به روزم کاملتر شدی و رشد کردی. حالا دیگه هر مردی آرزو تو داره. فقط دلم برات میسوزه که گرفتار من و بچه هام شدی. این حرفا رو نزن. تو و بچه هام عزیزترین چیزای زندگی منید. آه که چقدر دلم میخواست در آغوشش بگیرم، سر بر شانه‌اش بگذارم و گریه کنم. احساس میکردم سرشار از انرژیم و به راستی توان انجام هر کاری را دارم. نام نویسی کردم. تعداد کمی واحد که ساعت مناسبی داشتن گرفتم. با پروین خانم و فاتی صحبت کردم و آنها قبول کردند که کمکم کنند. پروین خانم چون شوهرش مریض بود هفته 1-2 روز بعد از ظهرها پیش بچه ها می ماند.
و 3 شب در هفته هم فاتی و صادق خان مراقبت از آنها را به عهده می گرفتند. چون فاتی ماه‌های آخر حاملگیش را می گذراند و رفت آمد برایش مشکل بود، من ماشین را در اختیار صادق خان گذاشتم تا او بتواند به راحتی یا فاتی را به خانه ما بیاورد یا بچه ها را به آنجا ببرد و یا همه با هم به سینما گردش بروند. من هم از هر فرصتی برای درس خواندن استفاده می کردم. فرصت‌های آزاد در اداره، صبح‌های زود، شب هنگام. اغلب روی کتاب‌ها خوابم می برد. این رفت آمدها برنامه سنگین سردرد مزمنی را که از نوجوانی داشتم تشدید می کرد. ولی مهم نبود. مسکن می خوردم و به کارهایم ادامه می دادم. طیف وسیع وظایفم شامل وظایف مادری، خانه‌داری، کارمندی، دانشجویی و وظیفه همسر یک زندانی میشد که با دقت بیشتری به آن می رسیدم. آماده کردن وسایل زندان، مایحتاج و خوراکی‌های حمید به صورت آیینی مذهبی با تشریفات و به وسیله تمام اعضای خانواده صورت می گرفت. کم کم یاد گرفتم که چگونه این برنامه سنگین را اجرا کنم و به آن عادت کردم و دیگر سنگین نبود. در این دوران بود که فهمیدم توان انسان بسیار بیشتر از آن چیزی است که میپندارد. بعد از مدتی شخص با برنامه زندگیش هماهنگ می شود و ریتم فعالیت‌ها متناسب با حجم کارها می گردد. مثل دونده‌ای در میدان زندگی می دویدم و صدای حمید که می گفت من به تو افتخار می کنم مانند کف زدن‌های جمعیتی بزرگ در ورزشگاهی عظیم در گوشم طنین می انداخت و به تحرک و توانم می افزود. آن روز در اداره نامه‌های شب قبل را زیر و رو می کردم که چشمم به آگهی‌های مجالس ترحیم افتاد. در آن زمان هنوز به این آگهی‌ها چندان توجهی نمی‌کردم، ولی آن روز بی اختیار نگاهم در مقابل یک اسم میخکوب شد. آگهی خبر از فوت آقای ابراهیم احمدی پدر پروانه می‌داد. قلبم فشرده شد. آن قیافه محترم و مهربان در جلوی چشمانم ظاهر گردید. بی اختیار چشمانم پر از اشک شد و یاد و خاطره پروانه تمام ذهنم را پر کرد. فاصله زمانی و مکانی هرچند دور و طولانی نمی توانست محبت پروانه و عشق به دیدار او را از قلبم بیرون کند. بعد از تلفنی که چند سال پیش با مادر او داشتم هرگز خبری از آنها دریافت نکردم و خودم هم آنچنان غرق در مشکلات زندگی بودم که نتوانستم دوباره ارتباطی برقرار کنم. من باید می رفتم. شاید این فرصتی بود که می توانستم دوباره پروانه را پیدا کنم. هر جا که بود حتما برای مرگ پدرش می آمد. وقتی می خواستم وارد مسجد شوم مضطرب بودم. دستهایم عرق کرده بود. در صف صاحبان عزا با چشم به دنبال پروانه می گشتم ولی او را نمی دیدم. یعنی ممکن است او نیامده باشد. در همین موقع خانمی نسبتاً چاق با موهای بور که مقداری از آن از زیر تور سیاه رنگ بیرون آمده بود سرش را بلند کرد. نگاهمان در هم گره خورد. بله، این خود پروانه بود. چطور در عرض 12-13 سال این همه تغییر کرده بود؟ خود را در بغل من انداخت و تقریباً باقی مجلس را بدون کلامی حرف در آغوش یکدیگر گریستیم. او عزادار پدر عزیز از دست رفته‌اش بود و من بغض سختی هایی که در تمام این سالها کشیده بودم را بیرون می ریختم. مرا در کنار خود نشاند. محکم دستم را در دستش گرفت. بعد از خاتمه مراسم به زور مرا با خودش به خانه برد. وقتی کمی دور و برش خلوت شد روبروی هم نشستیم. نمیدانستم از کجا باید شروع کنیم. حالا که نگاهش می‌کردم می‌دیدم او همان پروانه من است. فقط کمی چاق شد و موهایش را روشن کرده. پف چشم‌ها و ورم صورتش به خاطر گریه‌های این مدت است. بالاخره پرسید: معصوم خوشبختی؟ متحیر ماندم. جا خوردم. نمی‌دانستم چه بگویم. همیشه در مقابل این سوال گیج می‌شدم. با طولانی شدن سکوت و سرگشتگی من سرش را تکان داد و گفت: بمیرم الهی، مثل این که مسائل تو تمومی نداره. ولی من ناشکر نیستم. فقط نمیدونم معنی خوشبختی چیه. وگرنه من چیزای خوب زیاد دارم. مثل بچه ها. 2 پسر سالم و خوب دارم.
شوهرم هم مرد خوبیه، هرچند که با ما نیست. کار میکنم، درس میخونم. یادته آرزوی همیشگیم بود. هنوزم ولکن نیستی. بابا این دیپلم همچین ارزشی هم نداره. فکر میکنی من با دیپلم چیکار کردم؟ دیپلمه که خیلی وقت گرفتم. الان دانشجوام. رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران. راست میگی؟ بابا ای والا. تو واقعا چه پشتکاری داری. آفرین. البته تو همیشه شاگرد زرنگی بودی. ولی فکر نمی کردم بعد این همه سال با شوهر و بچه بازم بتونی درس بخونی. خوب شوهرت مانعت نمیشه. نه، اون مشوقم بود. چه خوب. پس آدم فهمیده ایه. باید باهاش آشنا بشم. آره ایشالله 10-15 سال دیگه. یعنی چی؟ چرا؟ مگه الان نیست؟ شوهرم زندانه. وا خدا مرگم بده. مگه چی کار کرده؟ زندانی سیاسیه. راست میگی؟ من تو آلمان دیدم که این ایرونیا بچهای کنفدراسیون و بقیه مخالفین از زندانی سیاسی حرف میزنن. پس شوهر تو هم جزو اوناست. میگن چکنجهشون میدن، راسته؟ والا چیزی به من نگفته، ولی من لباسای خونیشو زیاد شستم. الان بازم مدتی اجازه ملاقات ندادن. نمیدونم در چه حاله. پس زندگیتونو کی تأمین میکنه؟ گفتم که کار میکنم. یعنی تنهایی؟ یعنی فقط خودت تنها باید زندگی تو بچرخونی؟ چرخوندن زندگی مهم نیست. تنهایی سخته. پروانه نمیدونی چقدر تنها. با وجود اینکه تمام مدت مشغولم و یه لحظه هم وقت استراحت ندارم، ولی تنهایی رو با تمام وجودم احساس میکنم. چقدر خوشحالم که میبینمت. خیلی بهت احتیاج داشتم. خب تو بگو، خوشبختی؟ چند تا بچه داری؟ ای بد نیست. 2 دختر دارم، لیلی و لاله. 8 و 4 ساله. شوهرم هم بد نیست. مرد دیگه. مثل همه مردا. به زندگی اونجا هم عادت کرده بودم. ولی حالا با این اتفاقی که افتاده دیگه نمیتونم مامانو تنها بذارم. مخصوصا که فرزانم 2 بچه کوچیک داره و سرش به زندگی خودش گرمه. از پسرا هم که نمیشه انتظار داشت. خسرو مدتی فکر ایران به سرش زده. حالا باید تصمیم قطعی بگیریم. فکر میکنم باید برگردیم بیایم اینجا زندگی کنیم. حرفهای من و پروانه چیزی نبود که در یک جلسه قابل بیان باشد. احتیاج به روزها و شبهای متمادی داشتیم. قرار شد جمعه از صبح با بچه ها به منزلشان بروم. روز بسیار خوبی بود. در عمرم این همه صحبت نکرده بودم. خوشبختانه گذشت زمان و دوری طولانی نتوانسته بود در دوستیمان خللی وارد کند. ما هنوز راحت تر از هر کس دیگری می توانستیم با هم حرف بزنیم و من که همیشه درد دل کردن برایم مشکل بود و در این مدت هم به دلیل لزوم پنهان ماندن اسرار حمید آن توانایی مختصر در گفتگوهای آزادانه را هم از دست داده بودم، می توانستم پنهانترین زوایای قلبم را بر روی پروانه بگشایم. من دوباره دوستم را پیدا کرده بودم و دیگر هرگز از دستش نمی دادم. خوشبختانه برنامه آمدنشان خیلی زود سر و سامان یافت و پروانه بعد از یک سفر کوتاه به آلمان زندگیش را به تهران منتقل کرد. شوهرش مشغول کار شد و خودش کار نیمه وقتی در انجمن ایران آلمان گرفت. تکیهگاه دیگری یافته بودم. پروانه داستان زندگی مرا با آب و تاب برای شوهرش شرح داده بود. او هم تحت تأثیر قرار گرفته و به نوعی در مورد ما احساس مسئولیت می‌کرد. بچه‌هایمان به هم علاقه‌مند شد و همبازی‌های خوبی بودند. پروانه مرتب برنامه‌های تفریح برای آنها ترتیب می‌داد و بچه‌ها را به سینما، گردش و استخر می‌برد. زندگی ما با حضور خانواده پروانه رنگ و بوی تازه‌ای یافته بود و در بچه‌های دلمرده‌ام که خصوصا بعد از زایمان فاتی خیلی تنها و بی‌برنامه شده بودند بار دیگر شور و نشاط زندگی دمیده شد. 1 سال دیگر هم گذشت. برنامه دیدار حمید تقریباً مرتب شده بود. ماهی 1 بار بچه‌ها را می‌بردم، ولی هر بار که از ملاقات برمیگشتیم حالشان دگرگون بود و 1 هفته طول می‌کشید تا به حالت عادی برگردند. مسعود ساکت‌تر و غمگین‌تر می‌شد، سیامک وحشی‌تر و عصبی‌تر. حمید به طور محسوسی در هر دیدار پیرتر به نظر می‌رسید، ولی من به همین دیدارها هم دلخوش بودم. دانشگاه می‌رفتم، واحدهای کمی را در هر ترم می‌گذراندم.
در اداره کارمند رسمی شدم. با آنکه هنوز لیسانس نداشتم کارهای کارشناسی را انجام میدادم و همه قبولم داشتند. آقای زرگر با نگاه نافذ و دقیقش همیشه مرا زیر نظر داشت و با اعتماد کامل کارهایش را به دستم می سپرد. آقای شیرزادی یکی از نزدیکترین دوستانم محسوب می شد. دیگر هرگز با من مشکلی پیدا نکرد. هرچند که همچنان ناسازگار و بدخلق بود و هر از گاهی سر و صدا و دعوایی به راه می انداخت و در این میان خودش بیش از همه زجر می کشید. سعی می کردم از بدبینی عمیق او نسبت به همه چیز بکاهم. برایش قسم می خوردم که کسی دشمن شما نیست و منظور خاصی در پس حرفهایشان ندارند. در پاسخم می گفت حسن زن را هراس برد از یاد، سوء ظن است اگر حبیب من است. در هیچ جمعی راحت نبود. به هیچ گروهی نمی پیوست. در هر حرکتی رد و پای سیاسیون خائن را می دید. همه را مزدور می پنداشت و جیره‌خوار دربار. همکاران با بودن او در جمع هیچ مخالفتی نداشتند ولی او خود را کنار می کشید. یک بار پرسیدم شما از تنهایی خسته نمیشید؟ من عزیز اندوهم، نور چشم تنهایی، شمع بزم خود سوزی، سوز جان خود رایی. یک بار آقای زرگر برای تسکین او به شوخی گفت ای بابا چقدر سخت میگیری؟ اوضاع به اون بدی که تو میبینی نیست. در هر جامعه‌ای کم و بیش این مسائل وجود داره. ما هم راضی نیستیم ولی این همه از کاه کوه نمیسازیم. قصه نمیخوریم. برو که معنی هذیان من نمیدانی که حال تب زده را آشنای تب داند. عجب که زنده کسی هست و حال مایش نیست. عجب تر آن که کسی حال ما را عجب داند. بالاخره در دعوای تندی که با مدیر کل اداره به راه انداخت در را به هم کوفت و بیرون آمد. بچه‌ها جمع شدند تا میانه بگیرند. یکی گفت آقا کوتاه بیا، بالاخره اداره از خونه خاله که نیست، آدم باید یه چیزایی رو گردن بگیره. و او فریاد زد هرگز سر خود پیش مخنث نکنم خم. اینم من و گو جمله عالم اساسم باش. یکی دیگر می گفت آقا شما باید یکم از حساسیتاتون کم کنید. اینطوری که نمیشه زندگی کرد. شیر نر بودن در جلد خر ماده شدن، تن به بی غیرتی خاص عوام آوردن. آقای شیرزادی سعی کنید آروم باشید. نمیتونید به این سادگی این اداره رو رها کنید. بالاخره باید سر یک کاری دوام بیارید. نمیشه. نیست آسان به چنین ورطه دوام آوردن. توسن معرکه در زیر لگام آوردن. خب حالا میخواین چی کار کنین؟ میرم. باید از اینجا برم. و خیلی زود کشور را ترک کرد. روزی که برای بردن باقی مانده وسایلش به اداره آمده بود از من خداحافظی کرد و گفت به شوهر قهرمانتون سلام برسونید و از قول من بهش بگید دور معراج شهادت ختم بر حلاج نیست. هر که را حق بر زبان بگذشت سر بردار داشت. با رفتن آقای شیرزادی آرامش در اداره برقرار شد. حتی آقای زرگر هم که ظاهراً با او مشکلی نداشت این اواخر به نظر می رسید که نمی تواند تحملش کند. ولی یاد او، اندوه عمیقش و زجری که می کشید برای همیشه در خاطرم ماند و باعث شد که هر کاری بکنم تا بچه هایم با تجارب تلخشان روحیه‌ای مثل او پیدا نکنند. سعی می کردم در خانه محیطی شاد ایجاد کنم تا آنها خندیدن را به دست فراموشی نسپارند و اندوه و نفرت در جانشان ریشه ندواند. مسابقه تعریف جوک گذاشتم و هر کس می توانست جوک دست اول بگوید جایزه می گرفت. سعی می کردیم ادای همدیگر را درآوریم. می خواستم به خود و به مشکلات خود خندیدن را یاد بگیرند. لهجه های مختلف را تمرین می کردیم. تشویقشان می کردم در خانه آواز بخوانند. صدای موسیقی را بلند کنند. به آهنگ های شاد گوش دهند. با هم می رقصیدیم. شبها با وجودی که اغلب از خستگی نای حرکت نداشتم با آنها بازی می کردم و قلقلکشان می دادم. بچه ها از خنده ضعف می کردند. متکا بازی می کردیم تا بالاخره حاضر می شدند به تخت خوابشان رفته و بخوابند. خیلی خسته می شدم. ولی چاره‌ای نبود. باید این محیط دلگیر را زنده نگه دارم. تلافی نبودنهایم را بکنم.
شادی را به آنها تزریق نمایم تا فردا با چشمهای آقای شیرزادی به دنیا ننگرند.